فضای استقلال وطن برای مردم سربلند تاجیک دستاوردهای بزرگی را فراهم آورد که یکی از آنها این تأسیس کوتای پرزیدنتی می باشد. این اقدام نجیب سال 1997 از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردید. این اقدام امکان فراهم آورد که دختران و پسران از ناحیه‌های دوردست کشور به دانشکده و دانشگاه‌های عالی مملکت شامل گردند و برای رشد و انکشاف جامعه خدمت ارزنده نمایند و باید گفت که طبق کوتای پرزیدنتی هر سال دختران دهات دوردست طریق صحبت با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور داخل می‌شوند. از سال تحصیل 2005 قبول پسران با لیاقت دهات دوردست کشور نیز طریق کوتا به راه مانده شد و از آغاز قبول داوطلبان طبق کوتای پرزیدنتی بیش از 26 سال سپری گردید. تا این دم از 61 شهر و ناحیه به 20 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری 26067 جای جدا گردید و از اینها 12000 نفر دختران از ناحیه‌های دوردست کوهستان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ختم نموده در پیشبرد ساحه‌های گوناگون خدمت باسزا دارند. این زمان در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا طریق کوتای پرزیدنتی 824 نفر تحصیل دارند. فضای استقلالیت دستاوردهای بزرگی را برای ملت تاجیک فراهم ساخت که یکی از آنها این کوتای پرزیدنتی می باشد. برای بلند برداشتن سطح معرفت و تربیت نمودن متخصصان ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی سال 1997 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در انجمن سیوم اتحاد زنان پیشنهاد نمودند که کوتای مخصوص برای تحصیل دختران در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور جدا کرده شود و این امتیاز را ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی منطقه‌های دوردست کشورمان صاحب شدند. این هم باشد به طریق صحبت به امتحان قبول گردیدن به اختصاص‌های ساحه‌های آموزگاری، تندرستی، فرهنگ، ورزش، تکنیکی و تکنولوژی و اقتصادی و اجتماعی می باشد. نفرانی که به این کوتا صاحب گردیدن دانش خوب دارند. تعداد آنهایی که از امتیاز پیشوای ملت استفاده برده صاحب تخصص گردیدن از 10,000 نفر گذشت. بخصوص دخترانی که صاحب معلومات گردیدن در آینده در عائله و عائله‌داری و تربیت فرزند موفق بوده در پیشرفت ساحه‌های مختلف جامعه سهم گذارند. ای پیشوا مردی خداداد، زی اعجاز شما شد کشور آباد. هزار احسن به اون فرزانه مادر، به بختی ما چنین مردی نکوزاد. که تا باشد وطن کاشانه عشق، نموده شاه راه بخت بنیاد. از این بختی نکو منت پذیریم، چون نسل خرمی این ملکی آزاد. چون یک جوانی آزاد کشور صاحب استقلال، از شکوه و شهامت این کشور کهن بنیاد و همیشه جوان، از قدرت رستمانه و نیروی صلح آورنده پیشوای ملت شکر میکنم که در چنین دولتی آزاد و صاحب استقلال زندگانی میکنم. من خیلی خود را خوشبخت میحسابم که با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا تحصیل کرده ایستادم. در آینده میخواهم با بهای خوب و اعلی دانشگاه را ختم نموده متخصص خوب شوم و به ناحیه خود و به مردمان آنجا خدمت شایسته خود را به جا آورم. شکر صلح و شکر وحدت میکنم. شکر دوری پرسعادت میکنم. شکر دستی پرسخای پیشوا. شکر این فرزانه ملت میکنم.
محض دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد همه‌جانبه زنان و دختران منطقه‌های دوردست کشور است که مسئله دختران طبق کوتای پرزیدنتی با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور با کسب‌های دلخواهشان داخل شده تحصیل می‌نمایند. در دوام تحصیل نیز از امتیازهای زیاد برخوردارند. همچنین برای تحصیل آنها شرایط خوب فراهم آورده شده است و آن جوانانی که طبق کوتا با مکتب‌های عالی کشور داخل شده‌اند با خوابگاه و ادرارپلی تامین می‌باشند. ما جوانان دوران استقلال خوشبخت از آن هستیم که در چنین دولتی آباد و آزاد عمر به سر برده و تحصیل خود را ادامه داده و برای آینده خود را خوب ساختن زمینه گذاشته ایستاده ایم. من نیز یکی از جوانان خوشبخت دوران استقلال هستم که طبق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا داخل شده تحصیل خود را ادامه داده ایستادم. ما دختران ناحیه دوردست منتداری خود را به پیشوای ملت میرسانیم که برای ما کوتای پرزیدنتی را مهیا نمودند و ما می توانیم که طبق کوتای پرزیدنتی به دلخواه دانشگاه باشکوه داخل شده تحصیل خود را ادامه دهیم. از فرصت مناسب استفاده برده منتداری خویش را از نام خود و از نام کل دخترانی که به طریق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه ها داخل شدند از جمله به دانشگاه دولتی طبی جمهوری تاجیکستان منتداری خود را می رسانم. کوشش به خرج می دهم که دانشگاه را با موفقیت به اتمام رسانده و به ناحیه خود برگشته و بهر سلامتی مردم خود کمی هم باشد بهر پیشرفت جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذاشته باشد. نگاره صبورова یکی از دانشجو دختران خوشبخت می باشد که از ناحیه تاجیک‌آباد طبق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل شده با بهای اعلی تحصیل کرده ایستاده است و میگوید که از این اقدام پیشگرفته پیشوای ملت بسیار شاد است و دیگر دختران ناحیه‌های دوردستی که تحصیل کردن میخواهند میتوانند آزادانه از شرایط‌های پیش بینی شده استفاده کنند. من یکی از جوانان خوشبخت دوران استقلال هستم. همیشه از خورده آرزوی دکتر شدن را داشتم و عین حال خوشبختانه به آرزویم رسیدم، البته با تلاش و کوشش ها و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من از ناحیه تاجیک‌آباد هستم و طبق کوتای پرزیدنتی در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تحصیل نموده ایستادم و خوشبخت از آن هستم که به آرزویم میرسم، چرا که در ناحیه تاجیک‌آباد یعنی در ناحیه ما دختران زنانه کم هستند و کوشش بر آن میکنیم که در دوران تحصیل خوب داشته باشیم، در آینده متخصص خوب شده توانیم برای خلق و وطن خودمان خدمت کنیم و کوشش میکنم که آن باوری که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ما جوانان باور دارد، کوشش میکنیم که به همه باوری های پیشوای ملت سزاوار باشیم. آن شرایط هایی که در دانشگاه ما مهیا شده اند خوب استفاده کنیم و در آینده یک متخصص خوب شده توانم برای خلق و وطن خودم خدمت کنم و اینچنین به ناحیه خودم برگشته بهر حفظ مردم ناحیه تاجیک‌آباد کمر همت بندم و شخصا من منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که چنین شرایط ها را مهیا کردن تا ما جوانان توانیم یک تحصیلات خوب داشته باشیم برای آینده، برای متخصص خوب بودن، برای کار و فعالیت خوب داشتنمان همه شرایط ها مهیا هست و ما می توانیم از این استفاده برده در آینده کار و فعالیت خوب داشته باشیم. طبق کوتای پرزیدنتی همه ساله صدها دختران کشور به دانشگاه ها قبول می شوند و بهری در آینده صاحب معرفت و صاحب علم گردیدن آنها تمام شرایط ها فراهم آورده شدند. تخمینه عبدالسمیرزاده نیز گیرنده استیپندی پرزیدنتی و کوتای پرزیدنتی می باشد که در فاکولته طبی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تحصیل دارد و با افتخار سخن می گوید. من که ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی می باشم و طول 6 سال است که طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل علم نموده ایستادم. من منتداری خود را به جناب عالی می رسانم که برای دختران دهات کوتاهای پرزیدنتی جدا نمودند و دختران دهات امکانیت دارند که
دانش و ملکه خود را سنجیده در داخل دانشگاه‌های مملکت طبق کوتای پرزیدنتی رایگان تحصیل نمایند و در پیشرفت جامعه ذره هم باشد سهم خود را گذارند. امروز ما خوشبخت‌ترین جوانانیم که در چنین وطنی زیبا و آباد زندگی داریم، در چنین دانشگاه نامدار کشور تحصیل داریم. برای ما همه شرایط‌ها مهیا است. از ما فقط خواندن است و تجربه آموختن است و متخصص خوب شدن است. میخواهم دانشگاه را با بهای اعلی ختم نموده به ناحیه خود برگردم و برای حفظ سلامتی مردم دهه خود سهم گذار باشم. طبق معلومات وزارت معارف و علم مملکت در 26 سال تأسیس کوتای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان برای دختران و پسران دهات دوردست کشور از 61 شهر و ناحیه‌ها به 20 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری زیاده از 26,000 جای جدا گردیده است. گفتن جالب است که در تاریخ مردم تاجیک هیچ یک سروری چنین امتیاز بزرگی را نسبت جوانان نکرده بود. مهمتر از همه امتیاز نسبت به ساحه معارف و بلند برداشتن سویه دانش جوانان دهات است. البته این ثمره استقلالیت و صلح و وحدت به دست آمده می باشد. در واقع جوانان نیروی سازنده کشور محسوب می یابند. حکومت کشور جهت دستگیری سیاست دولتی جوانان یک قطار تدبیرهای ضروری را به راه مانده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از پیام‌هایشان به مجلس عالی خیلی خوب تاکید کردند که جوانان تاجیکستانی صاحب استقلال نیروی سازنده وطن بوده. نقش آنها در ترقیات همه ساحه‌های حیات دولت و جامعه بسیار ارزشمند و نظررس می‌باشد. ما با جوانان کشور خود افتخار داریم زیرا آنها در رشد دولت و آبادی وطن فعالانه سهم می‌گذارند. مرزبون سرزمین اجدادی را حمایت می‌کنند و تندرست و وطن پرست با ننگ و ناموسند و به خلق و دولت تاجیکستان صادق می‌باشند. محض غمخوری‌های دولت و حکومت صاحب استقلالمان و پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بود که ما جوان دختران از نواحی دوردست در مؤسسه‌های بلند مرتبه تحصیل علم نموده صاحب معلومات گردیدیم. پیشوای معظم ملت پیوسته ابراز می‌دارند که هر یکی ما را می‌باید که پیش از همه خودمان نمونه ننگ و ناموس وطنداری باشیم. مردم کشور را به آباد و پیشرفته گردانی سرزمین اجدادی دعوت نماییم. پیش راه بیگانه پرستی و خیانت را به منفعت‌های دولت و جمعیت گیریم. والا بودن منفعت‌های دولت و جمعیت را پیوسته احساس نموده همیشه هوشیار و زیرک، وطندوست و وطنپرور و صاحب علم و دانش باشیم. ما جوانان با تکیه به سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت کار و من بعد فعالیت نموده قول می‌دهیم که آن پرچمی را که فرزندان فرزانه ملت تاجیک در فضای پهناور علم و دانش بلند برداشتند باز به بلندی ها برداریم و وارسی نماییم. البته آینده نیک وطن از آینده درخشان جوانان وابسته است. پس عین مدعا و مورد است که جوانان علم آموزند، صاحب کسب شوند و برای گرامی داشت ارزش‌های پاس اعتماد باوری رهبریت عالی کشور خاصه پیشوای ملت به وطن صادقانه و صافدلانه خدمت نمایند. واقعا هم کوتای پرزیدنتی امتیاز است به جوانان دهات دوردست که بهر تشکل نیروی ذهنی روانه شده است. یعنی این تحفه است از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جوانان دوران صاحب استقلالی وطن.